سلام دوستای گلم، در ادامه آموزش‌های 1 دقیقه‌ای در خدمتتون هستم. قبل از اون میخوام کانال رو سابسکرایب بکنین. وقتی از آهنگ یه ویدیویی تو اینستاگرام خوشتون اومده چطوری دانلودش بکنین با من همراه بشین. بیاین برین تو ویدیوی مورد نظر ویدیوتون رو انتخاب بکنین. این گزینه رو بزنید. گزینه سوم کپی لینک رو کلیک بکنید. الان بیاین برین تو برنامه کروم، اون بالا تایپ کنین cobalt.tools. خب بیاین پایین گزینه پیستن دانلود رو بزنین. اگر رو گزینه اول اوتو بذارین کل ویدیو واسهتون دانلود میشه، ولی اگر رو گزینه دوم اودیو باشه فقط صدای ویدیو دانلود خواهد شد. یکم صبر بکنین. نگاه کنین فایل دانلود شد. اینجا 3 نقطه رو بزنین آهنگ دانلود میشه توی موزیکاتون.